درود بر مخاطبین خوب رسانه ایران وایر. امیدوارم در هر کجا که هستید در نهایت سلامت، امنیت، آرامش و همچنان امیدوار به روزهای خوب پیش رو باشید. من سمانه قدرخان هستم، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه رسانه ایران وایر. در کنار شما هستم با سرکار خانم دکتر شیرین امانی آذری در یک لایو حقوق کودک دیگه. قراره که در خصوص مسئله OCD در کودکان صحبت بکنیم که یک جور اختلال وسواسی فکری و عملیه. من منتظر خانم دکتر هستم که به ما ملحق بشن و بتونیم این لایو رو با حضور ایشون پیش ببریم. خانم امانی آذری عزیز، من دعوتنامه رو براشون اینجا الان میفرستم و بسیار مشتاقیم که از ایشون بشنویم. در واقع ترند یا یک مد جدیده یا اینکه نه واقعا چیزی به عنوان وسواس وجود داره. سلام شیرین جون، خسته نباشید. سلام سمانه جون، مرسی شما و همچنین عزیزم. سپاسگزارم، ممنونم. ببخشید من الان توی این کادر این ویدیومون هستم یا نه؟ عالی هستین، مثل همیشه عالی هستین. منو باید ببخشید که یک ساعت زودتر بهتون خبر ندم. جلوی همه مخاطبین ازتون عذرخواهی بکنم. واقعا I'm so sorry شیرین جون، ببخشید. سمانه جون هیچ ایرادی نداره. من معمولا از سمانه جون خواهش میکنم یادآوری بکنی، فقط به خاطر اینکه من بتونم خودم خودمو جمع جور کنم و به خاطر اختلاف ساعت. دقیقاً ولی اینقدر اختلاف ساعت، وگرنه شما همیشه آماده، شما همیشه از من آماده ترین. اینقدر امروز مشتاق بودم مثل همیشه که واقعا هم جوینتون بکنم هم ببینمت که دیگه احتیاج به یادآوری نبود. واقعا مرسی، ممنونم، خیلی متشکرم. مرسی از اینکه تشریف آوردین. مثل هر ماه در کنار شما هستیم و میتونیم از صحبت‌های خوب شما استفاده بکنیم. من که باورم نمیشه یک ماه گذشته، ولی خوشحالم از اینکه امروز دوباره این فرصت رو داریم در کنار شما باشیم. قبل از اینکه شما تشریف بیارین خانم دکتر، من این مسئله رو پرسیدم، یعنی این مسئله مطرح کردم که امروز اصلا قرار در موردش صحبت بکنیم. اصلا OCD، اختلال وسواسی فکری و عملی چیه؟ ترند جدیده، مده که مثلا بگن حالا این OCD داره، اون OCD داره، من OCD دارم، که یه مقدارم مثلا مد شده دیگه. بچه‌ها میگن من OCD دارم، من ADHD دارم، نمیدونم من اصلا آتیستیکم، این کارو از من نخواه، اون کارو نخواه. یعنی که نه، واقعا چیزی به اسم OCD واقعا به صورت وسواس فکری عملی در علم روانشناسی و در علم روانپزشکی ثابت شده. و اصلا کلا چی هست این OCD؟ درسته. من فکر میکنم که بدترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که یه سری از این لیبل ها رو که واقعا سیریس هستن، یه سری چیزهای دیسوردرهای، اختلالهایی که در حقیقت جدی هستن، ما بخوایم روی خودمون بذاریم یا روی بقیه بذاریم یا به بهانه یه سری این باکس شدن ها بخوایم از زیر یه سری مسائل به قول معروف در بریم. یعنی حالا دیسلکسیا باشه، OCD باشه، ADHD باشه. بدترین کاری که میتونیم بکنیم، من یادم میاد توی مثلا دهه 80 حالا برگردم اگه به اون زمان، خیلی ها مثلا این چی میگن دیسوردر چیز رو استفاده میکنن. یعنی مثلا تا ناراحت شدن از یک کسی میگفتن مثلا مگه تو منگولی، مثلا میگم. برای همین یه سری این دیسوردر، یه سری این لیبلا در حقیقت این مارکا رو باید حواسمون باشه که استفاده نکنیم به همین راحتی، توی زبان نیاریم به این راحتی. و من خوشحالم که امروز اتفاقا صحبت OCD داریم میکنیم که بیشتر بتونیم بازگوش کنیم، بیشتر بهش نگاه کنیم، ببینیم چی هست و شاید باعث بشه که یک سری آشنایی و آگاهی بیشتری داشته باشن، شاید راحت‌تر بتونن بهش نگاه بکنن و اینقدر ساده و آسون استفادهش نکنن. OCD فکر میکنم به زبان فارسی دیروز با هم نگاه کردیم سمانه جان، چی میشد؟ میشد اختلال وسواس. آره، که اختلال وسواس فکری عملیه. فکری عملیه دقیقاً. اینجا خب به هر حال OCD میشه Obsessive Compulsive Disorder. Disorder یعنی اختلال.
یعنی نمیتونیم اینو به این راحتی بگیریم، یعنی یک دیس اوردریه که به وجود میاد. خب نگاه میکنیم ببینیم کسانی که وسواس دارن، اولا که یعنی حالا وسواس اخلاقی و عملی، چون تو زبان ما حتی تو فرهنگ ما یه نفر که زیاد تمیز میکنه مثلا بهش میگن که شما وسواس داری، اون میشه وسواس عملی. اون میشه وسواس عملی. اما وسواس فکری هم درش هست، یعنی هم وسواس فکری هم وسواس عملی. درسته. حالا این وسواس رو یعنی حتی اگه یه کسی یه ذره تمیز بکنه، یه ذره چیز بکنه، بهش میگن شما وسواس دارین، در صورتی که همچین چیزی یعنی اون همون استفاده کردن راحت آسوده یک شخصی که بخواد بگه وسواس داری فقط به خاطر اینکه حالا یا خودش نمیخواد تمیز کنه یا مثلا احساس میکنه یه نفر زیادی داره تمیز میکنه، در صورتی که همچین چیزی در حقیقت نمیتونه باشه. کسی که وسواس داره یک بخوام بگم عملی، حتی از لحاظ تمیز کردن، یک حرکتی رو repetitive یعنی تکرار کننده انجام میده. یعنی یک جای رو حتی اگه میخواد تمیز بکنه، با وجودی که میدونه 15 بار تمیز کرده، ادامه میده به تمیز کردنش. یعنی این به راحتی نیست که آدم احساس کنه خونش تمیزه یا داره یه جا رو مرتب میکنه یا یه جا رو تمیز میکنه. خب اون یک اخلاقیه که هر کسی ممکنه برای خودش داشته باشه، اما از لحاظ اینکه بخواد وسواس داشته باشه خیلی it's very different. یا یه جایی رو درست حسابی میسابه و تمیز میکنه. حالا از لحاظ تمیزی میخوایم بگیم، از لحاظ بگم مثلا وسواس‌های حتی عملی میتونه به این شکل باشه که بچه‌هایی هستن که موقع امتحان بعضی موقع‌ها براشون پیش میاد repetitively که مثلا روی کتابشون 15 بار بعد بزنن، بعد وای میستن، شروع میکنن تپ کردن، بعد دوباره وای نیستن. یعنی یک چیزهایی رو انجام میدن که تکراریه در حقیقت، نه اینکه یه جا رو فقط تمیز بکنن و تموم بشه برن، بعد از اون برگردن دوباره حتی تمیز بکنن. میدونی فرقش مثلا به این شکل هست. برای همین یه همچین چیزهایی رو نمیتونیم خیلی آسوده راحت به یک نفر بگیم وسواس داره یا اینکه من وسواس دارم. حالا نگاه میکنم آیا این که مثلا همه چیز سر جای خودش نباشه، اون توی حوزه وسواس فکری میره، یعنی منتالی باهاش درگیره، یا وسواس عملیه؟ اوکی، اون نمیتونه وسواس باشه. منظور من بیشتر به اینه که نمیتونه وسواس. یکی که میخواد یه چیزی مرتب باشه، منظم باشه، اون وسواس نیست. وسواس به این شکله که مثلا شما 15 بار این تین جعبه مثلا میگم بیسکویتو بردارین بذارین سر جاش، بعد دوباره بردارین، بعد دوباره بذارین سر جاش، دوباره بر همون کار رو 15 بار شما دارین ادامه میدین. اونه که وسواس عملیه. متوجه میشی زمانه جان؟ یعنی که مثلا مثلا اینکه در کابینت یکی مثلا حساسه که در کابینت یا در اتاقا باز باشه، هی میره درا رو میبنده، اصلا هر در بازی میبینه باید ببنده. اون پس نمیشه وسواس فکری. نه نمیشه. نه. وسواس در واقع یه چیزی که توش تکرار شونده داره، اون از وسواس میاد. یه جارو میزنه، دوباره جارو میزنه، هی فکر میکنه تمیز نشده، هی جارو میزنه، هی جارو میزنه. آفرین، دقیقاً همینطوره. و برای همینم کسانی که میان برای این دیسوردر، وقتی میان بیمارستان، دستاشون از شستشو خون اومده، یعنی ترک خورده. و اینی که مثلا یه کسی احساس بکنه من حساسم روی این که در کابینت بسته باشه، یا اینکه احتیاج دارم مثلا میگم این ظرفا الان باید شسته بشه قبل از اینکه من برم بخوابم، اون وسواس نیست، اون دیسوردر نیست. حالا من نمیدونم وسواس رو ما در چه حدی توی زبان فارسی میبینیم. میدونیم یعنی بگم همه اینا و بهش میگن رفتارهای وسواسگونه. مثلا مادر من یک خاله‌ای داشت، خدا رحمتش کنه، این زن تحصیل کرده بود، مدیر مدرسه مامان منم بود و همیشه بهش میگفتن که خدا رحمت کنه خاله نصرت، و بهش میگفتن که وسواس داره.
مثلا بعد میگفتن این چون مدیر مدرسه بوده سالها برای همین وسواس داره و من یادمه که همه جا رو باید تمیز میکرد، همه جا باید تمیز میبود، اگه کسی با دست خیس دستگیری در و دست میزد این اذیت میشد و خب اینا چون خانواده بسیار متمولی هم بودن و هستن، مثلا یه خونه ویلایی خیلی بزرگی تو شهرک غرب داشتن که تمیز کردن و نظافت این واقعا زمان میبرد و حتی به کسی اجازه نمیداد که اون خونه رو تمیز بکنه، یعنی اینقدر وسواس داشت، حتما بعد زیر نظر خودش میبود. وقتی میرفت اون زمان یادتونه تو ایران نون میخریدیم، میرفتیم از نونوایی مثلا میذاشتیم توی یه ظرفی میآوریم، مثلا نمیدونم تا الانم ایران اینجوری هست نه، مثلا کیسه نایلون یا پاکت هست یا نه، ولی من یادمه که میگفتن خاله نصرت خودش باید بره بخره و ملافه سفیدش رو میبره با دستکش نخی اونجا پهن میکنه، نونا رو میذاره کسی نباید دست بزنه و همیشه میگفتن که خاله نصرت وسواس داره و این یه بیماریه. ولی چون مدیر مدرسه بود و خیلی دیسیپلین داشت، خب کسی جرئت نمیکرد خیلی رو در رو بهش بگه. خدا رحمتش کنه، زن بسیار سرریخته‌ای بود. ممنونم و خیلی منو دوست داشت و منم خیلی دوستش داشتم. من فکر میکنم که این شاید یک فرهنگی باشه که توی زبان ما به این شکل ازش استفاده میکنن، اما توی دنیای در حقیقت سایکولوژی تراپی نمیتونین به یه همچین چیزی بگین disorder تا وقتی که احساس میکنین که یک همچین چیزی داره یک شخص رو اذیت میکنه. مثلا میگم اگه شما میخواین از اون نون بکنین سر شام بخورین، اینجوری باشه که وای الان ممکنه که به شما یک مریضی بشه یا به من یک مریضی بشه یا الان باکتری رفت به این شما مریض میشین، اون موقع شده دیسوردر. متوجه میشی منظورم چیه؟ حالا اگه شیپ نون براش خیلی مهم باشه، مثلا بگه خب علی نون رو اینجوری کندی الان دیگه قیافه نون به هم خورده، عصبی بشه کلافش بکنه، اون چی؟ آقای دکتر ولیزاده که اینجا هستن در لایو تشریف دارن، ایشون هم یه کامنتی گذاشتن، نوشتن افراد در رعایت نظم و حساسیت افراد در رعایت نظم و حساسیت بیمارگونه نسبت قرار گرفتن جسمی در یک جای مخصوص خود وسواس محسوب میشه، اما گاهی کسانی که خیلی شلخت و بی‌نظم هستن رعایت نظم و از سوی آدم‌های مرتب و منظم وسواس میدونن. همین دقیقه سوال من دقیقاً همینطوره. دقیقاً من حق میدم. دقیقاً چیزی که ما داریم یعنی راجبش صحبت میکنیم. سپاس از آقای دکتر. من فکر میکنم که یک مقداری ممکنه که خیلیا این حدشو، یعنی این حد رو یه ذره بالا پایین ببینن. یعنی کسانی که وسواس دارن در حقیقت، ببین مثلا میگم اولا که فرهنگی هم ممکنه که یه ذره فرق بکنه. خیلی کشورها مثلا مثل شاید ایران یا مثل ترکیه یک تمیزی رو به یه حد دیگه میبینن، ولی ممکنه کشورهای دیگه به اون حد نبینن. یعنی فرهنگ هم باعث بشه برای تمیزکاری، برای تمیز بودن یک جور دیگه به این قضیه نگاه بکنن. من میدونم که دختر من خیلی موقع‌ها به من میگه که من وقتی میرم خونه دوستانم که قراره با هم غذا درست بکنیم، خیلی موقعا سبزیجات رو نمیشورن و من وقتی که اون سبزیجات رو میخوام بشورم به من میگن که او برای چی باید بشوریم؟ مگه اصلا ما همچین کاری نمی‌کنیم؟ مگه شما مثلا چرا این سبزیجات رو میخواین بشورین؟ سوال میارن، نمیگن OCD داری، اما میگن چرا باید سبزیجات رو بشوریم؟ اگه چه چیزی داره کاهو که مثلا بخواد شسته بشه؟ منظور اینه که هر فرهنگی هم، تازه دختر من که سن زیادی هم نداره، اما یه حالتی که یاد گرفته شاید که هر سبزیجاتی رو باید قبل از استفاده، قبل از مصرف باید بشوره. برای همین هر فرهنگی هم برای خودش، برای دید خودش یه سری قوانین تمیزکاری داره در حقیقت که آدم احساس میکنه ای وای. حالا مثلا میگم من خونه دوستم که ترک بود، من میرفتم برای من همیشه دمپایی میذاشت دم در که من هیچ وقت با کفش بیرون از خونه وارد خونه نشم. بعد از من میخواستم دستشویی برم، دستشویی دمپایی خاص خودش رو داشت که من که خیلی موقع تو ایران هم یه همچین مدلی، یه همچین چیزی هست و واقعا هم اصرار داشت بر این که خواهش میکنم این تمیزی رو رعایت کن. و منظورم اینه که اینو من نمیتونم بهش بگم وسواسه، اما از لحاظ دیسوردر اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، خب اون یه چیز خیلی پیچیده‌ایه که الان میتونیم در حقیقت یه ذره اگه دوست داشته باشیم بهش نگاه بکنیم که وقتی که روش ریسرچ شد، حالا قبلا تمام مدت که روش ریسرچ های مختلف میشه، منتها وقتی که روش ریسرچ شد
نگاه کردن دیدن که خب ممکنه که یک کمیکالی توی بدن کم باشه، اگه اسمشو درست الان یادم بیاد، به اسم سروتونین، که ممکنه که اون کمیکال اصلا کم باشه و آزمایش هم میگیرن وقتی که اسسمنت بستگی به اون وسواس داره. جزو اسسمنت اگه ببینن که این خیلی بالاست، مثل همون دستان خونینی که ترک خورده، این آزمایش رو انجام میدن که ببینن اون کمیکال در چه حدی هست که احتیاج ممکنه به مدیسن باشه، که اون کمیکال رو بتونن بالانس داره. یعنی پس اون وسواسیه که دیگه درمان دارویی لازم داره. درمان دقیقاً. اما از لحاظ این که خیلی هاشم بر میگرده، میتونه در انوایرمنت هم باشه. مثلا آدم یاد گرفته توی خونه که ما داشتیم اتفاقا یک کیسی که یک مادری که خودش sexually abused شده بود، یعنی از سن کوچیکی بهش تجاوز شده بود، خودش رو یاد گرفته بود اون کسی که بهش تجاوز میکرد یه جور خاصی بعد از اون تجاوز میشستش که تمام پوست بدنش در حقیقت میرفت، اون وقت احساس بهتری میکرد. و این خیلی 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 تمام پوستش همیشه قرمز و همیشه یه حالت خونی داشت، یعنی قرمز، چجوری بگم، یه حالتی که مثلا تمام موهای بدن. بله. بعد این یاد گرفته بود که خودش اینجوری بشوره که هیچی. دخترش هم وقتی از موقعی که به دنیا آمده بود به همچین شکلی دخترش هم یاد گرفته بود که این تمیزی، نمیدونست که مادر بهش تجاوز شده در سن کودکی، برای همین یاد گرفته بود که تمیزی یعنی این. برای همین میگم که از انوایرمنت هم ممکنه بیاد که خیلی احساس بکنن که تمیز بودن به این شکل هست و توی اون جنریشن بچرخه، توی اون سایکل بچرخه. موقعی آدم متوجه میشه که این حدش زیادتر از اون چیزی هستش که هست، بایستی بتونه سیکتر یه جوری نگاه بکنه، ببینه که کجا میتونه کمک بگیره که بتونه اسس بشه. اسسمنت هم یعنی اسسمنت هم گفته بودی دفعه قبل که به چه چیزی هست، به چه اسمی هست به فارسی؟ اساس که میکنن چیزی رو بررسی میکنن ببینن که چی. آره. درسته. بعد خیلی موقع بعضی وقتا انقدر کلمه انگلیسی رو میشنویم که اصلا فارسیشو واقعا یادم میدونیم چی، ولی اصلا کلا فارسیشو یادمون میره. وقتی که بررسی میکنن در حقیقت همه این چیزا رو بهش نگاه میکنن، ببینن هیستوری چی میگه، میبینن نگاه میکنن ببینن اعمال به چه شکلی هست. دونه دونه از ارزیابی هم یعنی میشه، یعنی هم هر دو. بعد نگاه میکنن ببینن که مثلا چقدر تکرار میشه، چند بار تکرار میشه، چند بار این حرکت ممکنه تکرار، و هر حرکتی هم میتونه باشه، هیچ ربطی. ما خیلی موقع خیلی جالبه وسواس رو ربط میدیم به تمیزی، مثلا انگار توی فکر ما این نشست کرده که ما فقط وسواس رو ربطش میدیم به تمیزی، در صورتی که ممکنه هر حرکتی باشه. هر حرکتی، میگم بودن بچه‌هایی که واقعا تپ میکنن، یا اینکه مثلا میگم قاشق رو وقتی میخوام بذارن توی دهانشون یک دونه تپ میزنن به اینجا، مثلا چون میگم به چونهشون، میخواستم بگم به پیشونیشون اما به چونهشون، بعد میخورن و دوباره قاشق بعدی به همین شکل هست و قاشق بعدی به همین شکل هست تا وقتی که غذا تموم بشه. این خودش دیسوردره، این خودش یک OCDه. وقتی که نگاه میکنن معمولا و بگم یه چیزی نیست که راحت، میخواستم بگم از شرش راحت شدن، یه چیزی نیست که خیلی راحت بخوان کنار بذارن، کار میبره، زحمت میبره. خیلی موقع CBT کمک میکنه، Cognitive Behavioral Therapy، که مشق میگیرن که چجوری بخوان. ما یه چیزی هستش که خیلی موقع ها باید باش زندگی کرد. درسته. شیرین جون، من یه چند تا مورد بود در مورد وسواس که من تو ذهنم بود از شما بپرسم، که همین بحث که وسواس فقط مثلا بحث ذهنی نیست. افرادی که دچار وسواسن وسواس تمیزی دارن، بعضیا شک که وسواس فکری میاره چک میکنن همش، یا حتی مثلا وسواس بدنی مثل همین که شما اشاره کردین، حالا پوستشون رو میکنن، نمیدونم موشون و موی سرشون رو میکنن. بالاخره در واقع یه الگوهای خاصی داره. بعضی وقتا مثلا الان اینجا براتون دوباره کامنت گذاشتم که مثلا آقای دکتر باز براتون نوشتن که
پدرشون عادت داشتن که گفتن اگر تکرار امری خارج از کنترل ارادی فرد باشه که ریشه اون در حاکمیت افکار مسلط و حاکم بر قوه تشخیص فرد هست، نقش والدین از دوران کودکی بسیار مهم. گاهی حساسیت‌های بهداشتی تربیتی ما الگوهای مناسبی یا نامناسب برای کودک خواهند بود. من پدرم قبل از خروج از منزل بارها و بارها جلو آینه می‌ایستاد، موهای سرش رو شونه می‌کرد و باز تکرار می‌شد. تاثیر خوبی روی من نداشت. در بزرگسالی ناچار شدم خیلی تمرین کنم که این رفتار رو نداشته باشم و دچار وسواس نشم. و جالبه که مثلا من دیدم بچه‌هایی رو که میخوان از خونه خارج بشن مرتب میرن دستشویی برمیگردن. اگه 2 دقیقه دیرتر از در خونه بریم بیرون دوباره میرن دستشویی، دوباره برمیگردن، از ترس اینکه در واقع تو مسیر نداشته باشم، دستشویی نیاز نداشته باشم. میخوام ببینم آیا به اینم میشه گفت وسواسی اون از اضطراب میاد، یا میشه گفت این وسواسیه که باعث اضطراب میشه؟ که چون وسواسی یه بحثش هم اینه که مغز به اشتباه تصور میکنه یه اتفاق بدی قراره بیفته. برای همین مثلا هی میره دستشویی، تا میخواد در خونه بره بیرون 10 بار میره دستشویی میاد. اگه 2 دقیقه شما دیر بکنی این هی میره هی میاد، از ترس اینکه نکنه اتفاق بدی بخواد بیفته. حالا مثلا میتونه تپش قلب داشته باشه، میتونه تنفس سریع باشه، بعضیا وسواس میگیرن، استرس میگیرن، تعرق دارن، یعنی هی عرق میکنه بدنشون. من دیدم کسانی رو که دلدرد یا تهوع میگیرن از شدت وسواس یه چیزی که سر جای خودش نیست، یا مثلا عضلاتشون رو منقبض میکنن، فشار میدن. میخوام ببینم چه در واقع اون میشه گفتش که یه سری سوماتیک اوسیدیا چجوریه و چه نشانه هایی داره که بفهمیم که درگیر وسواس چه سوماتیک هستیم چه مثلا ذهنی هستیم. اوکی، ببینم من درست متوجه شده باشم. یه ذره سوال طولانی بود، اما فکر میکنم که چیزی که بخواد ما رو اذیت بکنه، اولا که کلن این OCD ها یا تک، بین تک و OCD فرق زیاده. هر دوتاشون یه مدل استرس ریلیف هن. یعنی ما میگیم یه سری از اینا تیک عصبی هن. تیک عصبیه دقیقا. و مثلا میدونم که خیلی از مادرها بچه ها رو که میارن، حالا یه مثالی بدم، میارن میگن که یا اینکه خودشون میان و توضیح میدن که بچه من یک وسواس خیلی خیلی شدیدی داره، تمام مدت ناخوناشو میخوره. این وسواس نیست، این جزو وسواس نیست، این جزو تیکه. استرس ریلیف هست اما وسواس نیست. و یادم میاد که راجبش که صحبت میکردیم، چون با اون کودک نمیتونیم کار بکنیم چون مادر اومده بود پیش ما، صحبت این بودش که مثلا این ناخونا رو وقتی که داره میجوه، بچه در حقیقت یک چیزی رو داره با شما کمیونیکیت میکنه، یعنی داره یک چیز رو از استرابش، از استرسش داره به شما میگه. برای همین باید اون ریشه یابی بشه و ببینیم که اون ریشه کجا هست، تا اینکه بتونین وقتی که شما چی میگن به اون سرفیس، یعنی به اون ناخن اهمیت بدین و اون رو بخواین از بین ببرین، دقیقاً اون ریشه وقتی هنوز باشه، اون کاز وقتی وجود داشته باشه، برای همین اون تریت نشه، بهش رسیدگی نشه، اون یک جور دیگه خودش رو نشون میده. به هر حال این مادر تصمیم گرفتن که توی خونه با بچهشون یک جور دیگه رفتار بکنن، از لحاظ اینکه تمام دور ناخونهای بچه رو لاک زدن. به من گفتن که ما قبلا توی ایران چیزی که برای ما میکردن این بود که ما رو فلفل میزدن، مثلا دستامون رو که ما یه موقع تو دست دهنمون میکنیم متوجه بشیم و دیگه چیز نکنیم. خلاصه که این کار انجام دادن و خیلی هم راضی بودن. تا هفته بعدش که پیش من اومدن و برگشتن گفتن که نه، الان این بچه من راستش رو بخوای کاری که داره میکنه اینه که اون قسمت رو گذاشته کنار و این گوشه لب این پلیورش رو میمکه و میجوه. و راجع دوباره همین صحبت کردیم که به هر حال باید این قضیه ریشه‌یابی باشه، ما ببینیم استرس بچه کجا هست، به اون قضیه باید نگاه بکنیم، به کوزه، یعنی چی میگن، به دلیل اون چیزی که ایجاد شده، ایجاد شده بعد نگاه بکنیم. دقیقاً. بعد خلاصه دوباره همین صحبت شده، بعد گفتش که نه، من دیگه با پسرم صحبت کردم و قرار شده که دیگه پلیورای آستین کوتاه بپوشه و از اون قضیه دیگه ما راحت بشیم. اوکی، دیگه این مسئله گذشت. تا هفته بعدش اومد، بعد دیگه به من گفتش که
میدونین چی شده؟ این حالا لبه این پلیورش رو اینجوری میگیره به دهنش و وقتی که خیلی هم نگاه میکنه که من هستم یا نیستم و میشینه جلوی تلویزیون و اون لبه پلیورش رو میجوه. و دوباره خلاصه ما به منزل برگشتیم گفتیم که مثلا باید به این کاز این قضیه نگاه کنیم، آیا استرسی هست، چیزی هست. و معلوم بود که این مادر هم خیلی احساس گناهی میکرد خودش راجع به اینکه این بچه داره ریپیت میکنه، تکرار میکنه این عملی رو که استرس داره. یعنی مادر در حقیقت احساس گناه میکرد به خاطر اینکه باعث شده یک environment رو ساخته، یک محیط رو درست کرده برای بچه که استرس آوره. برای همین به این قضیه نگاه نمی‌کرد. anyway ما دوباره یه ذره باهاش صحبت و اینا. هفته بعد از اون که اومد گفت شما نمیدونی چه اتفاقی افتاده. من رفتم توی اتاق و دیدم انگشت پای پسرم توی دهنشه. یعنی منظور من اینه که وقتی که به این قضیه مثل تیک که میشه راحت تر بهش نگاه کرد تا OCD، اگه دقت نشه و اون کاز اون باعث و بانی اون استرس رو پیدا نکنیم، خب این ادامه پیدا میکنه و میتونه شکل عوض کنه ولی ادامه پیدا میکنه. OCD به این شکل نیست. OCD مثل یه پناهی میمونه که خیلی خیلی اتفاقا گمنامه. آدم نمیدونه که چرا داره این کارو میکنه، فقط برای آدم ریلیف میاره. اگه نکنه سردرد میگیره، دلدرد میگیره، سوماتیک سیمتوم پیدا میکنه و ممکنه که باعث آزار اطرافیان بشه. ولی اون هم حد و حساب داره. یعنی نمیتونیم هر چیزی رو بگیم OCD داریم، هر چیزی رو کلاسیفای بکنیم as a disorder، بذاریم تو اون باکسی که بگیم این شخص OCD داره یا من OCD دارم. اگه آدم میبینه که داره اون بچه یا خودش داره آزار میبینه از یک رفتار تکرار کننده، هر چی که میخواد باشه، تمیزی هم جزوش هست اما فقط تمیزی نیست، میتونه تکرار چیزهای دیگه باشه، اون موقع میتونه باید بهش رسیدگی کرد وگرنه همینجوری ادامه پیدا میکنه، مخصوصا اگر دارو نیاز باشه. بدتر و بدتر، یعنی حالتی میشه که آدم میره داون هیل، احساس دپرشن میکنه، احساس میکنه از محیط باید دور باشه برای اینکه هیچ کس متوجهش نمیشه، احساس میکنه کسی ممکنه که همه دارن جاجش میکنن، چی میگن، قضاوتش میکنن و کسی براش همدردی نداره. برای همین خیلی گوشه‌گیر میشه، خیلی تنها میشه، ایزوله میشه. و در حقیقت یک چند تا نکته هم میتونیم راجع به صحبت کنیم که چطور اگر میبینیم که بچه‌های اشخاصی که دوست دارن، عزیزانی که ممکنه سافر بکنن، واقعا اذیت بشن از این رفتارهای تکرار کننده، چجوری میتونیم رفتار بکنیم اطرافشون، دورشون و حمایتشون بکنیم. چطور میتونیم حمایتشون بکنیم؟ چون بیش از اندازه موضوع حساسیه برای اون کسانی که دارن اذیت میبینن، آزار میبینن. خیلی ممنونم براتون آقای دکتر ولیزاده. چند تا مورد دیگه هم نوشتن که من خلاصش رو میگم. میگن برادر ایشون رضا ولیزاده که روزنامه نگارن و در زندان هستن، میگن در زندان نوین چون زندانیان میرن دستشویی دستاشون نمیشورن، این باعث شده که برادر من رضا مرتب وسواس بگیره و هی یعنی وسواس که نه، مرتب هی دستاشو بشوره و میخوام ببینن آیا این هم نوعی از وسواس هست یا نه. اما میخوام یه جنبندی بکنیم در مورد اینکه نشانه های وسواس چی هست و فرق اصلیش، حالا اگر که جنبندی بکنیم فرق اصلیش با تیک چیه و بعد بریم سراغ راههای درمانش و اینکه آیا باید به اون فردی بگیم یا اینکه البته اشاره کردیم به اینکه باید علتش رو پیدا بکنیم، علت رو بین ببریم ولی آیا باید به اون فردم بگیم که این تیک رو داره یا این وسواس رو داره یا نه. الان چون این دوتا خیلی مرزش برام نزدیک شد، من الان خودم نمیدونم کدومش میشه گفت تیک، کدومش میشه گفت وسواس. فکر میکنم که این رو شاید یه ذره بذاریم دست کسانی که پروفشنال هستن. وقتی که احساس میکنین که دارین اذیت میشین، از مثلا میبینید چشم که میپره، کسانی که چشمشون میپره خب obviously داره نشون میده که توی استرسی هستن. اما اون تیکه، یعنی یه چیزی هست که دست خود آدم نیست،
یه چیزی هستش که داره نشون میده که من استرس دارم. اما 3-4 تا سوال کردی سما جان، از یک سوال به یک سوال بریم جلو. بله. اولین سوال چی ببخشید بود؟ معذرت میخوام. شیرین آقای دکتر ولیزاده گفتن که برادرشون که در زندان هستن وقتی میبینن بله. زندانیان دست نمیشورن از دستشویی میان بیرون، باعث شده که هی مرتب دستای خودشون رو بشورن. درسته. ببخشید نامشون آقای دکتر ولی زاده بود. ولی زاده. سپاسگزارم امروز با ما هستین در این لایو. خیلی ممنون و از تمام صحبتاتون واقعا لذت بردیم. برای برادر واقعا متاسف هستم که همچین چی میگن براشون پیش آمدی هست، ولی فکر میکنم که یه ذره خب به هر حال کسی که توی زندان اوین هست obviously که مورد چی میگن زیر بار فشار زیادی هست و این هم ممکنه که به هر حال اضافه بکنه بر اون باری که آدم احساس میکنه من باید دستامو بشورم. از این لحاظی که آدم خودش دستاش رو بشوره چند بار هیچ موردی نداره در حقیقت، اما از لحاظ اینکه اگه آدم میبینه که داره دستاش رو آزار میده و هیچ فایده‌ای در حقیقت نداره اون شستن، ولی داره به هر حال احساس میکنه که احتیاجش هست که چندین و چند بار بره دستشویی و دستش رو بشوره، اون میتونه کلاسیفای بکنه از دیسوردر، میتونه هم چیزی باشه. ولی از لحاظ اینکه فشار به هر حال هست و این یک مدل استرس ریلیفه، چون آدم هم دسترسی نداره توی زندان در حقیقت به چیز دیگه‌ای که بخواد اون چیزو نشون بده، اون استرس ریلیف رو داشته باشه، برای همین راحت‌ترینش اون شستنه که احساس میکنه میتونه رها بشه از اون باکتری، از اون کثافت، از اون کثیفی، از یه سری چیزهایی که ممکنه که از درون داره میاد. درسته. خیلی ممنونم، مرسی. اما سوال بعدیم در مورد این بود که بحث اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم در مورد OCD، نشانه های OCD، آیا امکانش هستی جمع‌بندی خلاصه بکنیم در موردش یا نه و بعد بریم سراغ درمانش چی کار بکنیم و آیا به کسی که رفتارهای وسواسگونه داره بهش بگیم که تذکر بدیم، بگیم نکن یا اینکه نه از کنارش بگذریم کلا تا خودش درست بشه؟ نکن کمکی نمیکنه، اما کسی که دیسوردرش رو داشته باشه یا باهاش برخورد کرده باشه میدونه الان، یعنی نمیدونم کسی با من امروز همراه هست که برخورد کرده باشه باهاش، در حقیقت اینقدر اینتنس، یعنی چجوری بگم اینتنس، اینقدر سنگینه و اینقدر نمیدونم بعد که اینتنس چیزی که خیلی فشار روشه، خیلی نمیدونم، من الان نمیدونم این واژه‌اش به یادم میاد بهتون میگم. درسته، اینقدر اینتنس هست که در حقیقت شاید برای اطرافیان یه مقدار شوک‌آور که آدم احساس میکنه که یه چیزی این وسط اصلا درست نیست، یک چیزی هستش که هم خودش داره آزار میبینه، هم من دارم متوجه میشم و یک کردار خیلی درد شدید، یه چیز خیلی شدید که اینتنسه، میگن خیلی یه چیز شدیده، رفتار درد شدید میشه گفت، از یک آخه چند تا چیز میشه گفت، یه فشار سنگین خیلی زیاده، یه جا درد خیلی شدید، استرس خیلی شدیده، یه جا مثلا یه چیز شدیدن احساسی اینتنسه، یه میدونین یه فشاری روشه، از فشار میاد اگر که منظورتون اینه. بله اینتنس کلا تنشن هم روش زیاد هست، اینقدر سنگینه که آدم متوجه میشه که این از یک چیز اوردینری، از یک چیز طبیعی خارج شده. یعنی این نیستش که من مثلا میگم در کابینت رو ببندم یا اینکه برم 2 دفعه چک کنم ببینم آیا زیر این گاز خاموش کردم یا نه. It's extremely intense، یعنی خیلی فشارش زیاده و وقتی که یه همچین چیزهایی میبینیم و متوجه میشیم، منظور اینه که انقدر اینتنسیتیش زیاد هست که با گفتن ما که شما این کارو نکن چیزی رو حل نمیکنه، یا اینکه معمولا میگن که اتفاقا، حالا یه چند موردی میتونم مثال بزنم، میگن که اتفاقا نه اینکه ازش رد بشین و بگذرین، اما بستگی به اون رابطه هم داره، اما خیلی موقع پیشنهاد میکنن که
حواستون باشه که صحبتی که میکنین یا به چیز نکته‌ای که اشاره میکنین توش قضاوتی نباشه. مثلا مثل اینکه چرا تمومش نمیکنین، مثلا میگم چرا مثلا داریم میبینیم که یکی داره میسابه، مثلا خودش داره میگه که من واقعا راحت نمیشم، احساس نمیکنم اینجا تمیز شده با وجود که خیلی سابیدم. خب چرا نمیذاریش کنار؟ چرا تمومش نمیکنی؟ مثلا میگم یه همچین چیزی توش قضاوت هست، هیچ همدردی توش وجود نداره. برای همین میگن معمولا یه حالتی باشه که ما اتفاقا داریم یه کاری رو میکنیم که داریم حمایت میکنیم، بیشتر مثلا اینکه چجوری میتونم حمایتت کنم، میبینم که راهت سخته، میبینم این برات داره فشار میاره، من چیکار میتونم بکنم که حمایتت بکنم. بهترین راهش این هستش که بتونیم حمایتشون بکنیم که بتونن یک نفر پروفشنال رو ببینن که بتونن راهشون رو پیدا بکنن. در مواجهه با این فرد ممکنه مثلا امکانی نداشته باشه که برای دکتر متخصص ببینه، چون اول صحبتاتون اشاره کردین که درمان دارویی هم در بعضی از موارد نیاز هست. آیا مثلا باید به فرد گفت آنجا خوب تمیز نمیشه، یا بده من کمکت کنم من تمیز کنم؟ معمولا فردی که OCD داره اجازه نمیده شما کار بکنید، اون بعد خودش این تکرار رو انجام بده تا من فکر میکنم به لحاظ روحی روانی آرامش پیدا بکنه. آیا مثلا میشه بهش گفتش که نمیدونم این همدلیه که مثلا آره منم دارم میبینم این لکه نمیره، یا مثلا میخوای بیا از این ور نگاه کنیم شاید رفته باشه، شاید مثلا اینجا که جاروزری تمیز باشه، نمیدونم چه چیزی میتونه کمک کننده باشه در اون لحظه. نه اصلا. یعنی چون اون موقع داریم اشاره میکنیم به اینکه اون چیزی که اون داریم در صورتی که ممکن هست ببینه که این لکه رفته، منتها احساسش هنوز براش هستش که این لک نرفته، نه که چشش نمیبینه که لک نرفته، بلکه اون احساسش هنوز براش وجود داره. هیچ جوری ما توی این قضیه نمیتونیم وارد بشیم که ما چی میبینیم یا ما چطوری میتونیم تمیز بکنیم براش. این کار رو داره انجام میده به خاطر اینکه اون احساسش داره میگه که اینجوری میتونه راحت بشه از اون کثیفی، از اون باکتریا. برای همین ما اگه بخوایم تمیز بکنیم هیچ راحت، یعنی امکان نداره کسانی که همونجا خود اشاره کردی، کسی که این دیسوردر رو داشته باشه که بخواد اون چی میگن لیف یا اون بخواد اون دستمال رو به ما بده که ما براش این کار رو انجام بدیم، یا بخواد با همون سفره سفید بره تو نونوایی و بخواد نون رو برای ما بگیره. نه، ما حتما باید خودمون این کار رو انجام بدیم. برای همین یه سری چیزا هستش که در حقیقت اون به عنوان همدلی نیست. یعنی اگه ما بتونیم یک جوری نشون بدیم که ما بدون قضاوت، مثلا میگم اصلا خودش میخواد بپرسه سمانه جان من اینجا رو دارم تمیز میکنم اما من هنوز دارم لک رو میبینم، آیا شما هم لک رو میبینی؟ مثلا میگم، یا اینکه چرا این لک نمیره؟ بیشتر میگن با سوال جواب بدین، یعنی مثلا آیا هنوز این لک رو داری میبینی؟ احساس میکنی این لک اونجا هست؟ مثلا میگم یه همچین حالتی. بذار نگاه کنم ببینم من این لک رو میبینم، خب فکر میکنم که اون چیزی که تو میبینی مهم باشه. همش برش میگردونیم به اون شخص. منتها چیزی که مهمه اینه که وقتی که احساس میکنیم که این زیادی چی میگن برای خودش داره آزاردهنده هست، خیلی راحت اگه والدین هستیم خیلی راحت میتونیم ببریم برای پروفشنال ببینن، چون بایستی هم این کمیکال اندازه بگیرن ببینن احتیاج به دارو دارن یا نه، چون اونها همه بررسی میشه. و اینکه اگه والدین هم نباشیم، دوستی باشیم که بخوایم در کنارشون باشیم، این قضاوت نباید انجام بشه. خیلی موقع هم صبر میکنیم تا اینکه اونها به ما بگن، بستگی دوباره به رابطه داره، اون ارتباطی که ما با اون شخص داریم. و بعدش هم خیلی مهمه که احساس نکنن که انگار ما میخوایم بریم به یه جا رپورت بدیم، انگار که مثلا حتی برای محافظت از خودشون بخوایم براشون داریم ببریم برای یک جا که نگاه بکنیم ببینیم یک مشکل اساسی وجود داره. اون موقع کاری که میشه، چیزی که فقط میشه اینه که ایزوله تر میکنن خودشونو، تکست جواب نمیدن، تلفن جواب نمیدن، یا حالتی هستن که کسی منو متوجه نمیشه، کسی منو نمیفهمه، همینجوری بیشتر و بیشتر و بیشتر در گوشه گیر میشن. این حالتی هستن که ما برای خودمون باشیم، برای خودمون زندگی کنیم، اصلا شاید هیچ آینده‌ای برای ما وجود نداشته باشه
باشه، شاید نتونیم هیچ وقت خانواده داشته باشیم که ما رو متوجه بشن. میدونی یه مقدار این رو تشویق میکنه. خب ازتون خواستم بگید در مورد نقش مدرسه، اجتماع و خانواده و فامیل و تاثیرش بر بحث وسواس صحبت بکنید. بگید که چقدر اونا میتونن تاثیرگذار باشن. من فکر میکنم یه مقدار صحبت کردین در موردش، حالا اگر توضیح، چون من باید کامنت رو براتون بخونم. من فکر میکنم مدرسه کلا خیلی جالبه. من چند سال پیش بود سمانه جان، نمیدونم یادت میاده نه، توی مدارس یه چیزی آمده بود که شما از این برش فشار میدادی میرفت به اون طرف، بعد از اون طرفش رو فشار میدادی میامد به این طرف. میدونم چی میگید. آخ خدا بگم از مخترعش نگذره. برای اینکه چقدر فروش کرد خیلی یه چیزی دیجیت بود و چقدر گرون بود اولش که اومد، من یادمه، و چقدر بچه ها دوست داشتن. فیجیت که دقیقا از این ور میزدن از اون ور میومد، از این ور میزدن و اصلا یه ترند عجیبی پیدا کرد و یعنی مدتی بود و یه دفعه هم فروکش کرد دیگه همه جا هم میدیدیم که اول مثلا یه دونه مثلا یه چیزیش اندازه کف دست من مثلا شاید 50-60 دلار پولش بود که خیلی پوله. بعد دیگه دلار استور مثلا این جاهایی که $1 دقیقاً. حالا چرا من این رو میگم؟ به خاطر اینکه اوایلش توی مدرسه مجاز بود، یعنی بچه‌ها میبردن، حالا من نمیدونم کانادا به این شکل بود یا نه، اما میگفتن this is a stress relief، یعنی میگفتن این استرسشون مثلا سر امتحانه داره یه کاری رو میکنه، در صورتی که این دقیقاً داره یک تکرار کننده است، یعنی repetitive behavior، یعنی یک رفتاری که شما هی داری تکرار میکنی. اگه استرس ریلیف هم بخواد باشه، در حقیقت شما هی داری تکرار میکنی. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت همون داری تشویق میکنی یه چیز رو مثل OCD. یا اینکه میگفتن که خب این تمرکز حواس رو هم میگفتن خیلی خوب، میگفتن تمرکز حواس رو اتفاقا بالاتر میبره چون یه داری شما اینو میزنین. از اون طرف میگفتن تمرکز این داری مالتی تاسکینگ میکنی که یه جوری ممکنه که بعداً اتفاقا بره به طرف مالتی تاسکینگ، این ADHD. برای همین مدرسه الان که صحبتش شدیم، مخاطب عزیز به برامون سوال فرستادن، یه مقدار رفتم به اون قضیه که در حقیقت زودم برش داشتن، یعنی سعی کردم مدارس حداقل نداشته باشنش حتی اگه توی خونه استفاده میشه. اما یه همچین چیزهایی در مدارس در حقیقت خیلی مهمه، چون خیلی موقعها من میگم ما خودمون توی اون قسمتی که من کار میکنم در حقیقت زیر نظر مدارس همین آموزش پرورش هست، خیلی موقع ها اونها اتفاقا برای ما ریفرال میفرستن و رفر میکنن و چیزی که هست اینه که میبینن یک چیزی اتفاقی داره میفته توی کلاس برای یک شاگردی که بیشتر از یک استرس ریلیف باشه. نمیدونم حالا در ایران به چگونه هست، مطمئنا معلمان ایران هم دبیران ایران هم مطمئنا زودتر اتفاقا متوجه میشن، چون بچه ها اگه بخواین نگاه بکنین 8 ساعت روز رو کم کم توی مدرسه هستن. پس بنابراین معلم بیشتر اونها رو زیر نظر داره، مخصوصا توی دبستان، توی مدارس ابتدایی بیشتر میبینه و برای همین خیلی سخته برای بچه‌هایی که OCD رو به عنوان یا تیک رو به عنوان استرس ریلیف دارن بتونن قایمش بکنن و برای همین خیلی مهمه که دبیران بتونن اپروچ بکنن مادر پدر رو، یا اینکه بتونن راجبش صحبت بکنن و بگن یک اتفاقی داره میفته، یه چیزی ما داریم متوجه شدیم، we noticed it، یه چیزی متوجه شدیم که یه ذره از عادیت خارج شده. درسته. بدون اینکه وای ببخشید سمانه جان، این خیلی مهمه، یعنی من فقط بهش اشاره بکنم، مطمئنا در نظر همه دبیران عزیز هست، منتها بدون اینکه شرم و خجالت بیاره.
برای اینکه خیلی موقع ها اینقدر من میدونم بعضی از بچه‌هایی که پیش ما میان احساس میکنن که معلم چون سرش خیلی شلوغ بوده یا روز شلوغی داشته یا فضای شلوغی بوده، خیلی بدون اینکه شاید دقت زیادی بکنه یک موضوعی رو توی کلاس باز کرده که باعث شرم اون کودک شده، باعث خجالت اون کودک شده. ممنونم. احساس گناه. من میخوام یه سوالی هست، اونم که درمان وسواس فکری چقدر طول میکشه و از چه سنی میشه فهمید که یک بچه در واقع OCD داره و اینکه آیا همه کسانی که ADHD دارن و آتیزم، یعنی اختلال ADHD یا اختلال آتیزم دارن، آیا الزاما اختلال OCD هم دارن یا نه؟ اینا میتونه چیزای کاملا منفک شده از هم باشه و جدا باشه. ببینم الان اولین سوالت سمانا جان چی؟ اولین بود که از چه سنی شروع میشه؟ از چه سنی شروع میشه؟ از هر سنی میده. من فکر میکنم خودم کوچکترین کسی رو که دیدم 6 سالش بود. 6 سالش بود و همین فرزند همین خانمی بود که خودش رو خیلی میشناس و ایشون از learned behavior، بعضیا خیلی تحقیقات انجام شده ها که ببینن آیا توی دی ان ای شما هست، آیا ژنتیک هست، آیا learned behavior هست و اینکه chemically disorder هست، یه ایمبالانس کمیکال شیمی ایجاد شده که باعث شده که شما یه همچین چی میگن اختلالی رو تجربه کنید. نتیجه چی بوده؟ آیا ژنتیکه واقعا؟ ژنتیک هم میتونه باشه، اما learn behavior رو بیشتر بهش نگاه میکنن. learn behavior یعنی اگر در سن خیلی کوچیکی باشه، اون خیلی چی میگن ریسرچ خیلی سخت میشه وقتی که شما از یه سن کوچیکی ببینن که مثلا توی دی ان ای ممکنه باشه. اون همیشه بالاش علامت سوالی هست. is it DNA? Are you born with it? باش به دنیا آمدی یا اینکه is it something that is learned behavior؟ چون بچه‌ها اول مادر رو میبینن، تمام behavior اون رو نگاه میکنن قبل از اینکه برن توی جامعه که مدرسه باشه یا مهد کودک باشه. خب میبینن مادر چجوری تمیز میکنه، خودش رو چجوری تمیز میکنه، خونه رو چجوری تمیز میکنه، بچه‌ها رو چجوری میشوره و تمیز میکنه. خب به هر حال اینا همه learned behavior هست، یعنی یه چیزی که آدم یاد میگیره از محیط. و میگم کوچکترین کسی رو که کیسش رو دیدم دختر 6 ساله بود که یاد گرفته بود از مادر که چجوری خودش رو تمیز بکنه و اجازه هم نداشت که خودش رو تمیز بکنه. یعنی مادر حتما باید همه جوره تمیزش میکرد. و یک چیزی هم که خیلی خیلی مشخص شده، استریکی، چی میگن، یک نخی که این وسط خیلی مشترکه، اون کنترلی که از دست رفته باشه. خیلی ها که سافر میکنن، اذیت میشن از این دیسوردر، از این اختلال، نشون داده شده که اینجوری کنترل رو برمیگردونن. یعنی کنترلی رو که از دست دادن. مثلا حالا برگردیم به این sexually abused، کسانی که sexually abused میشن، خیلی این چیزا درشون مشخصه که خیلی خودشون رو میشورن، خیلی احساس کثیفی میکنن و معمولا بهشون تجاوز شده، تمام کنترل از دست رفته. بستگی به زمانش داره، بعضی ممکنه 3 سال حتی طول کشیده باشه، بعضی ممکنه یه چند بار، اما کنترل از دستشون خارج شده و برای همین این بیهیویر میتونه ربط داشته باشه به کنترل. برای همین هم هستش که خیلی سخته از دست دادنش، از کنار گذاشتنش و اون کنترل رو چی میگن، اون استریک کنترل رو میبینی، چون که آدمای بسیار کنترلینگی هستن، یعنی احساس میکنن که بایستی اون کنترل داشته باشن، براشون حیاتیه که این کنترل رو داشته باشن. شیرین جون، آیا اختلال OCD الزاماً برمیگرده به کسایی که اختلال ADHD و اوتیسم هم دارن؟ درسته، صحبتش شد. نه ممکنه داشته باشن، اما ربطی به نسیسیری کسی که اوتیستیک هست احتیاج نداره. یعنی نیستش که حتما OCD داشته باشه، نه، اما میتونه داشته باشه. برای اینکه یک استرس ریلیف هم هست و ممکنه که کسی که اوتیسم داشته باشه
با وجودی که باید نگاه کرد ببینیم در چه لولی و در چه حدی اوتیسم داره، میتونه براش استرس ریلیفی داشته باشه، تجربه های دیگه که تو زندگی کرده، یا اینکه انوایرمنتی که توش بوده باشه، یا اینکه ارسی بوده باشه، هر چیزی که هست تریگر کرده این OCD رو درش به وجود آورده که بخواد OCD داشته باشه. اما necessarily کسانی که اوتیستیک هستن or they suffer from ADHD یا دیسوردرهای دیگه احتیاج نداره که حتما بخوان، یا حتی PTSD. بعضی از کسانی که PTSD دارن post traumatic stress disorder احساس میکنن که این OCD و خیلی ما میبینیم خیلی کسانی هستن که بانوانی رو من دیدم که شکنجه شده بودن و they suffered from OCD، نه تنها برای شستشو بلکه برای حرکت‌های repetitive که احساس میکنن که این یک آرام بخشی هست براشون. درسته. سوال دیگه این بود که درمان وسواس فکری چقدر طول می‌کشه؟ اون بستگی به حدش داره، بستگی داره که چه حدی، در چه حدی بخواد باشه. فکر نمی کنم که یک روانکاوی یا روانشناسی که این کار رو بدونه بخواد بگه که کوتاه این راه درمانیش و نیست. راستش یک چیز، یک مرحله طولانی رو باید رد کرد. اما بیشترین چیزی که براش رکامند میکنن اپروچ، اون راهی رو که استفاده میکنن، چی میگن، اون تراپی، اپروچ تراپی که استفاده میکنن همین CBT، Cognitive Behavioral Therapy Approach، برای اینکه خیلی توش مشق داره و it's very هدف دارین. شما هدف دارین که یه سری چیزها رو بتونین باهاش مبارزه بکنین و بتونین کنار بگذارین. CBT خیلی خوب جواب میده برای OCD. درسته. اون دیدگاه در واقع روی کرده درمانی شما منظورتون هست که؟ آفرین، دقیقاً معمولا براش CBT خیلی خوب جواب میده. روت قضیه رو شاید یک مقداری بهش نگاه بکنن، خیلی کم، خیلی بریف، خیلی کوتاه، اما بیشتر نگاه میکنن که چه کاربردایی میتونن استفاده بکنن برای اینکه بتونن در اون جلساتی که مشخص شده چه مشق‌هایی داشته باشن. هدف مشخصه و هدف همون بیهیویریه که آدم تکرار میکنه، اون رفتاری، اون کرداری که من یه سوالی دارم، آیا کار تیمی میتونه کمک بکنه به رفع این اختلال یا نه؟ میتونه بدترش بکنه؟ افرادی که OCD دارن اصلا کلا برای کار تیمی مناسب هستن یا نه، یا باید تو کار تیمی گنجوندشون که بتونن کوپ کنن یا پیش برن؟ بایستی بازم نگاه کرد به این که در چه حدی اون OCD هست. سمانه جان، شما میبینید، من دیدیم مثلا که کسانی که کارمند هستن یا توی حتی بانک کار میکنن یا بانکر هستن، اما خب یه سری رپتیتیو چیزایی برای خودشون دارن که احساس میکنن که این بهشون کمک میکنه. ولی از لحاظ اینکه شاید هم توی تیمم دارن صحبت میکنن، مشخص هم هستش که شاید یک سری مسائل رو دارن همراه با خودشون دارن میارن یا هم دارن میکنن، منتها دارن کار میکنن. معمولا کسانی که در یه لول خیلی شدیدی OCD دارن زیاد توی جمع دوست ندارن باشن و چون یه استریک کنترلینگی دارن و شناخته میشن به عنوان کسی که سر بعضی از افکار مصمم هستن و کنترلینگ هستن، چون بایستی اون رفتار رو حفظ بکنن و محافظت بکنن ازش و نگرش دارن، نمیتونن توی تیم باشن یا نمیتونن توی محیط کار آنچنانی بتونن. بیشتر ایزوله هستن، اتفاقا بیشتر کسانی هستن که توی کار زیاد راحت، توی محیط کار زیاد راحت نیستن، محیط کار تیم ورک زیاد راحت نیستن. درسته. پرسیدن که آیا میشه با رژیم غذایی درمان کرد یا نه؟ رژیم غذایی خاصی دارن افراد OCD بهشون کمک بکنه یا نه؟ ممکنه که OCD برای غذا باشه، خوراک باشه. مثلا میگم یه چیزی که فکر بکنن که مثلا repeatedly باید اونو تغذیه بکنن،
یا اینکه مثلا تکرار بشه در اون تغذیه، یا اینکه تکرار نشه در اون تغذیه، اصلا وجود نداشته باشه. یا اگر یک خالی مثلا از یک چیزی روی غذا بیفته، مثلا تمام غذا خراب شده، من باید همه رو بریزم بیرون. خب یک مقداری اینها ممکنه که میگم باید تکرار کننده باشه. اما اگه اونجوری باشه که اون دیگه صحبتش بحثش فرق میکنه. اما از لحاظ اینکه تغذیه بخواد کمک بکنه، مثلا دایت خاصی میشه داد بهشون که دایت کمکشون بکنه؟ از اون لحاظ نه اون دیگه it's beyond that، اون دیگه بیشتر از اون قضیه تغذیه است. نه نمیشه. معمولا بعضی خودشون هستش که ممکنه که اوسیدی سر غذا داشته باشن. یادم میاد که یک خانمی بود که اتفاقا ایشون هم یک کارمندی بودن، ولی چیزی که بود حتما بایستی از یک جای به خصوص غذا بسته بندی میشد و از اونجا فقط باید میامد و وقتی که بسته بندی بود به یک طور خاصی بعد این غذا بسته بندی میشد. اگه خدایی نکرده این یک مقداری به هوای محیط اونجا، مثلا میگم که غذا بسته بندی شده بود، چی میگن ترشح نمیدونم چی روش بود، دیگه زمین به آسمون میرسید. برای همین منظورم بیشتر اینه که میتونه سر تغذیه باشه، اما تغذیه نمیتونه کمک کار باشه. هستن کسانی که اوسیدی سر این قضیه غذا هم خوراک هم ممکنه داشته باشن که حتما باید یه جور خاصی بسته بندی شده باشه، غذا یه جور خاصی از یه جور خاصی بیاد و اینکه چی توش باشه توش نباشه، به چه شکلی آماده شده باشه. اینا ممکنه که یه حالتی باشه، یه ساینی باشه برای اون دیسوردر. درسته. خیلی ممنونم، مرسی. سوال دیگه ای نیست. من تقریبا اکثر کامنت ها رو خوندم. آقای ولیزاده همچنان در شما 2 تا کامنت گذاشتن، از جمله که کودکانی رو دیدم که پدر و مادر به خاطر اشتغال ساعت‌های زیادی رو بچه‌ها تنها گذاشتن، تنهایی طولانی اونها رو دچار وسواس کرده چون مؤلفه نظارت والدین نبوده و رفتار کودک مورد پایش قرار نگرفته. دیگه واقعیتش اینه که مورد دیگه ای نیست. سوالی هم ازتون نپرسیدن، منم تقریبا همه سوالامو ازتون پرسیدم، اما اگر جنبندی هست 3 دقیقه البته بیشتر پایین لایو نمونده. 3 دقیقه بیشتر به پایین لایو نمونده. نه مرسی سمانه جان، خیلی متشکرم. من فکر میکنم فقط تنها موردی که میشه راجبش واقعا گفت و شاید بهش اشاره بیشتری کرد اینه که یه مقدار مراقب باشیم از لحاظ اینکه چجوری برای همدیگه برچسب میذاریم، یا اینکه چجوری میتونیم استفاده بکنیم از بعضی از این لیبل ها، دقیقاً که چجوری مواظب باشیم، برای اینکه میتونه هارمفول، میتونه برای بعضیا دردناک باشه، از لحاظ اینکه آدم بخواد یک موردی رو همونجوری که اول جلسه گفتی بخواد مثلا زیادی کسی تمیز داره میکنه یا به اون سیستم ما نمیخونه، ما بخوایم لیبلش بکنیم به عنوان کسی که وسواس داشته باشه. خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و در این برنامه همراه ما بودین. از تمام عزیزانی که در این لایو هستن یا ما رو بعداً میبینن هم نهایت تشکر رو دارم. یک لایو حقوق کودک دیگه با سرکار خانم دکتر شیرین امانی آذری، روانشناس و مشاور خانواده، نویسنده و سخنران سپری شد در خصوص بحث OCD، وسواس فکری عملی که میتونه خیلی دردناک باشه و زندگی رو دچار اختلال کنه. اما از اینکه رسانه ایرانوایر رو به عنوان رسانه امین و مورد اعتماد خودتون انتخاب کردیم و ما رو هم از طریق وبسایتمون iranwire.com و هم از طریق شبکه‌های مجازی یا اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام، توییتر سابق، ایکس جدید دنبال می‌کنید و اخبار رو از طریق همین پلتفرم‌های ما دنبال می‌کنید، نهایت تشکر ازتون دارم. راه‌های تماس با ما رو می‌دونید، info@iranwire.com و shoma@iranwire.com. مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم و امیدوارم در هر کجا که هستید در نهایت سلامت، امنیت و آرامش باشید. فردا با لایو حقوق کارگری در خدمت شما هستیم. مهمانان عزیز ما جناب آقای فؤاد کیخسروی و جناب آقای اسماعیل بخشی خواهند بود. در حضور آقای محمد اولیه‌فر در مورد بحث اعتصاب کامیوندارا صحبت خواهیم کرد. حتما هم تشریف داشته باشید، هم به سایرین هم این پیغام رو برسونید. خیلی ممنونم، مرسی خانم دکتر، محبت کردین. یک لایو عالی دیگه در کنار شما بودیم، بسیار یاد گرفتیم. سپاسگزارم ازتون و خسته نباشید. ممنونم ازتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سلامت. مرسی. خواهش میکنم. مرسی.